جناب سلام، خسته نباشید. این معرفی نامه بنده است خدمت شما. من 5 سال حبس دارم، گفتن بیام اینجا خودم تحویل بدم. البته شلاق من دیروز خوردم. سلام به روی ماهت. تا حالا کجا بودی ای اخلالگر بازار ارز و سکه؟ ای مفسد اقتصادی، دیدی بالاخره از چنگال تیز قانون نتونستی فرار کنی؟ این چنگال تیز قانون را خیلی خوب آمدین جناب. من اخلالگر اقتصادی نیستم آها، خب پس لابد اون یارو وزیر سابق هستی که 30 میلیون دلار حق مشاوره گرفته. 30 میلیون دلار؟ نه قربان، من اصلا تو کل زندگیم کارمند ساده هم نبودم، چه برسه به اینکه وزیر باشم. آها، فهمیدم. تو همون یارویی هستی که توی کلاهبرداری سامن الحجج 12,000 میلیارد تومان بالا کشیده و داشتی فرار میکردی. دیدی بالاخره به چنگال تیز قانون؟ نخه جناب، من پول کسی رو بالا نکشیدم. ای بابا، خب خودت بگو چه غلطی کردی که 5 سال حبس برات بریدن؟ خب والا یه روز داشتم از جلوی مرغ فروشی رد می شدم، یه مرغ کامل گذاشته بودم پشت ویترین، روش نوشته بودن کیلو 15,000 تومان. رفتم تو گفتم آقا چه خبر کیلوی 15 تومان؟ که یهو همونجا سربازان گمنام امامینا ریختن تو به جرم اهانت به مقدسات و شورش علیه امنیت ملی و اینا. اوه، چشمم روشن. چه غلط ها. به قیمت مرغ اعتراض کردی؟ به ساعت مقدس ولایت مرغی اعتراض کردی؟ دیگه چی از این بدتر؟ خجالت نمیکشی سیاه نمایی میکنی؟ حیف این زندان که تو رو بخوایم توش بندازیم. بیا برو تو. نه اونجا نه. اول یه چند ماهی باید بری انفرادی تا حساب کار دستت بیاد.